مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رفيع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. له آل النبي الغر نالوا، فآل المصطفى أكرم بآله، ميامين عمالقة عظام، بدين محمد بالغ المعالي. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الآية. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب، أو كما قال. رواه الترمذي. صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. خدمت همه عزیزان و همه بزرگواران، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. همه شما عزیزان و بزرگواران را در این برنامه الگوهای هدایت که برنامه خود شماست خوش آمدید میگویم. در جلسه گذشته اشاره مختصر پیرامون دو فضیلت از فضائل سیدنا عمر رضی الله عنه بیان نمودیم. از جمله ایمان سیدنا عمر و علم و دانش سیدنا عمر رضی الله عنه. حالا بحث ما پیرامون ادامه همان بحث گذشته هست، مسئله فضائل سیدنا عمر رضی الله عنه. از جمله فضائلی که سیدنا عمر دارن اینه که ترس و وحشت شیطان از سیدنا عمر رضی الله عنه. شیطانی که دشمن همه انسان و انسانیت هست، دشمن همه مسلمان ها و موحدین هست و کوشش میکنه که انسانها را به بیراهه ببره و کوشش میکنه که انسانها را خلاصه به غفلت بکشانه. ولی این شیطان از سیدنا عمر رضی الله عنه وحشت دارد، طوری که در حدیث سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه میگوید که چندین تن از زنهای قریش نزد رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم نشسته بودن، با رسول الله صلی الله علیه و سلم صحبت میکردن و سر و صدای این زنهای قریش تا اندازه بلند بود. در آن اثنا درب به صدا آمد و سیدنا عمر اجازه دخول خواست که وارد شود به نزد رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم. و مجردی که سیدنا عمر صدای خود را بلند کرد و رسول الله صلی الله علیه و سلم به او اجازه دادن و داخل شد، زنها چادر خود را جمع و جور نمودن و رفتن در یک گوشه. سیدنا عمر رضی الله عنه وقتی که وارد شد، رسول خدا صلی الله علیه و سلم میخندیدن، تبسم میکردن. سیدنا عمر گفت که الهی همیشه خندان باشی. دعای
عمر به رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت الهی یا رسول الله، الهی همیشه خداوند همیشه تو را خندان داشته باشد، اینجا چی خبر هست؟ رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودن عجبت من هؤلاء، تعجب میکنم یا تعجب کردم از اینهایی که کن عندی فلما سمعن صوتک، اینهایی که در نزد من بودن و صدای تو را شنیدن ابتدرن الحجاب، حجاب خود را گرفتن رفتن یک کنار. سیدنا عمر رضی الله عنه چی میگوید؟ ای رسول خدا صلی الله علیه و سلم، شما شایسته تری که از شما بترسن. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم در این لحظه چی فرمودن؟ فرمودن ایاها یا ابن خطاب والذی نفسی بیدی ما لقیک الشیطان سالکا فجا. ای عمر، به خدا سوگند، به خدا سوگند، به او ذاتی که نفس من به ید اوست، وقتی شیطان ببیند تو را از راهی می آیی، او راه دیگری برای خود انتخاب می کند. سبحان الله. لحظه فکر بکن که رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم چی می فرمایند؟ چی زیبا. ای عمر، از راهی که تو عبور کنید از او راه شیطان عبور نمی کند. به هر کوچه‌ای که تو داخل بشی از اون کوچه شیطان فرار می کند. این فضائل و این جایگاه سیدنا عمر رضی الله عنه. شیطان دشمنی که میگوید ولا اغوینهم اجمعین، شیطان اینقدر از سیدنا عمر رضی الله عنه وحشت دارد و شیطان فاصله دارد و در اطراف سیدنا عمر رضی الله عنه نمی آید. و همچنین در روایت دیگر آمده که رسول معظم اسلام میفرمایند ان الشیطان لا یلقى عمر منذ اسلم الا فر لوجهه. از زمانی که عمر مسلمان شده شیطان به مقابل عمر دیگه نمی آید، فرار می کند. سبحان الله. این جایگاه سیدنا عمر از کجا پیدا کرده است؟ شیطان از چی چیز هراس دارد؟ از ایمان سیدنا عمر. این از برکت ایمان سیدنا عمر، زهد و تقوای سیدنا عمر، از اون خشیت الهی که در دل سیدنا عمر داشت. به اینه که میگوین هر کی ترسد از وی و تقوا گزید، ترسد از وی جن و انس و هر کی دید. به اینه که شیطان در مقابل سیدنا عمر استادگی کرده نمیتواند. و امروزه هم اگر شیاطین جنی در مقابل سیدنا عمر استادگی کرده نمیتوانستن و فرار میکردن، امروز شیاطین انسی از نام عمر میترسن. از نام عمر. وقتی در مجلسی که دشمنان سیدنا عمر نشسته باشن نقل قولی از سیدنا عمر بشه، لرزه به اندامشان میافتد. خیلی مسئله مهم است. شیطان و شیطان صفتان از نام سیدنا عمر رضی الله عنه وحشت دارند. و همچنین از جمله فضائل سیدنا عمر رضی الله عنه بحث این که الهام شده این امت کی هست. الهام شده این امت بر چه کسی الهام می شود؟ رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم در حدیث می فرمایند لقد كان
فيما قبلكم من الامم محدثون، بعضی روایت آمده یحدثون، در بعضی اقوال آمده او یتکلمون، فإن یک فی امتی احد فإنه عمر. اگر در امتهای گذشته الهام میشد، در این امت اگر به کسی الهام شود، فإن یک فی امتی احد، اگر باشه یکی از شما در بین این امت، فإنه عمر، او عمر هست، که این حدیث بخاری و مسلم روایت میکنه. چگونه؟ ابن حجر رضی الله عنه میگوید که علت اختصاصی که این مسئله به سیدنا عمر شده به خاطر اینه که در اکثر جاها و در بسیاری از جاها میبینیم که قول سیدنا عمر رضی الله عنه موافقت پیدا میکنه به قول خدای عز و جل. مسئله اسرای بدر، مسئله شرکت در از این که مخالفت کرد که با منافقین نماز خوانده نشه، سر قبر منافقین رفته نشه، اینها وقتی که ابن حجر میفرماید که این مسائلیه که همون الهامات الهی است که در قلب سیدنا عمر رضی الله عنه شده است. پس این از فضائل سیدنا عمر هست که رسول معظم اسلام میفرمایند که اگر بر کسی از امت من الهام بشه، مطمئن باشید که او عمر رضی الله عنه هست. پس لحظه ای اگر انسان فکر بکنه که وقتی ما میگیم سیدنا عمر اگر الهام بشه آیا پس مقام سیدنا عمر از مقام سیدنا ابوبکر صدیق بالاتر هست؟ آیا لحظه مسلمان متوجه باش برادر و خواهر، نشه که در این قضیه که رسول معظم اسلام فرمودن که اگر الهام باشه با عمر خواهد بود، مگر در این بخش سیدنا عمر فضیلتش بالاتر از سیدنا ابوبکر صدیق هست؟ نه خیر، به خاطر این که در بسیاری از جاها نظر سیدنا عمر مورد تایید الله سبحانه و تعالی قرار میگیره. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن مگر اینکه مقام و فضیلت سیدنا ابوبکر صدیق بالاتر هست و الهاماتی که به سیدنا ابوبکر صدیق قبل از عمر رضی الله عنه شده در زمان خلافتش، که انشاءالله او الهاماتی که و او شرح صدری که خدای تبارک و تعالی به سیدنا ابوبکر صدیق داده بود انشاءالله بعد از یک میان برنامه بیان میکنیم، تا اینکه نشود که از این جریان کسی بدانه که فضیلت سیدنا عمر بالاتر از ابوبکر صدیق هست. نه خیر، چنین نیست. انشاءالله بعد از میان برنامه ادامه این موضوع بیان خواهیم کرد. با ما باشید. السابقون الأولون من المهاجرين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الله از پیشگامان نخستین که همان مهاجرین و انصارند و کسانی که به نیکی از آنان پیروی نمایند راضی است و آنان نیز
از الله خوشنودند و الله برایشان باغهایی آماده کرده که از فرودست آن جوی بارها جاری است و جاودانه در آن خواهند ماند و این رستگاری بزرگ است. خدمت همه عزیزان مجددا السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. قبل از میان برنامه پیرامون ترس و وحشت شیطان از سیدنا عمر رضی الله عنه اشاره نمودیم و همچنین بحث این که رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودن که عمر الهام شده این امت هست و رسول معظم اسلام هم فرمودن که اگر در امتهای گذشته الهام میشد در این امت اگر الهام بشه به کسی او یقینا که عمر هست. اشاره کردیم که از این موضوع چنین برداشت نشود که وقتی که الهام شده این امت سیدنا عمر باشه پس در این عرصه مقام سیدنا عمر از ابوبکر بالاتر هست. نخیر، چنین نیست. ابن حجر بیان میکنه که علت اختصاص عمر رضی الله عنه به این مسئله به خاطر اینه که در زمان رسول خدا صلی الله علیه وسلم آیات زیادی به تایید نظریات عمر رضی الله عنه نازل شد به این واسطه رسول الله صلی الله علیه وسلم، مگر اینکه سیدنا ابوبکر صدیق در زمانی که رسول الله صلی الله علیه وسلم فوت کردن، روزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از دنیا تشریف بردن، سیدنا ابوبکر صدیق در اون روز چگونه برخورد نسبت به این قضیه کردن؟ با اون سینه باز و با اون خلاصه تسلیم به قضا و قدر پروردگار عالم آمدن صحابه متوجه ساختن و این آیه مبارکه را خواندن که و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. این آیه مبارکه را سیدنا ابوبکر صدیق تلاوت کردند و همچنین در جریان اعزام لشکر اسامه اینها همه الهامات الهی در قلب سیدنا ابوبکر صدیق بود. الله سبحانه و تعالی سینه ابوبکر صدیق را شرح میکرد و باز میکرد و به این طرف خیر سوق میداد. پس نشود که از این قضیه الهام شده این امت عمر هست مقام و فضیلت سیدنا عمر ابوبکر را فراموش کرد. و همچنین در قضیه جنگ با مرتدین اینها قضایاییه که سیدنا عمر مشورت نمیدهد جنگ با مرتدین را، میگوید اینها کلمه میگویند، ولی ابوبکر صدیق قاطعانه عمل میکند. ارتباط به اعزام لشکر اسامه سیدنا عمر مشوره میدهد که ای خلیفه رسول خدا نفرست که بالاخره وضعیت مدینه منوره شاید دیگرگون شود. باز هم قاطعانه سیدنا ابوبکر صدیق عمل میکند. پس اینها الهاماتی بود که قبل از اینکه این تجربه را سیدنا عمر خلاصه بنماید سیدنا ابوبکر صدیق در دوران خلافت خیش تجربه کرده است و به این که گفته شده که رسول معظم اسلام فرمودن که لقد كان فيما قبلكم من الامم محدثون او يحدثون او يتكلمون فان يك في امتي احد فانه عمر. ایرا ابن حجر هم جواب داده که به خاطر اینه که نظریاتی که عمر رضی الله عنه داده بود و به تایید اقوال عمر آیات نازل شد، رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم به این واسطه این اشاره را کردند.
پس الله سبحانه و تعالی به ما توفیق بده که هر کدام از این بزرگان و از این شخصیت ها بشناسیم. هر کدام از خود مقام دارن، منزلت دارن. سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه از خود مقام دارد، سیدنا عمر رضی الله عنه از خود مقام دارد، سیدنا عثمان از خود مقام دارد، سیدنا علی کرم الله وجهه از خود مقام دارد. هر کدام از اینها از خود مقام و درجه دارن به نزد الله سبحانه و تعالی. همچنین ارتباط به مسئله فضائل سیدنا عمر رضی الله عنه، مسئله لقب قهرمانی هست که رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم این لقب قهرمانی سیدنا عمر میدهند و میگویند که این قهرمان هست. چگونه؟ اشاره مختصری. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند در خواب دیدم. چی خواب است؟ الله اکبر. کی خواب میبیند؟ رسول نازنین رحمت للعالمین سردار دو جهان محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم میفرمایند در خواب دیدم که سر یک چای استاده هستم، آب میکشم. ابوبکر آمد دلو را از من گرفت، چند دلو کشید و بعد عمر آمد و بالاخره دلو را گرفت، چنان آب کشید که همه را سیراب کرد، حتی شتران اونها را هم آب داد و اشخاص به همراه شتران خود رفتن به استراحتگاه خود استراحت کردن. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم میفرمایند که وقتی که عمر این دلور به دست گرفت، هیچ قهرمان را سراغ ندارم که مانند او شگفتی ها بیافریند. الله اکبر. هیچ قهرمان میگم سراغ ندارم. این خواب رسول الله صلی الله علیه و سلم چی تعبیر می شود؟ چند دلو سیدنا ابوبکر صدیق کشید، یعنی دوران خلافت سیدنا ابوبکر صدیق زیاد طول نکشید، 2 سال و اندی. خلافت سیدنا عمر وقتی که طول کشید، با اون مدتی که بود، چگونه دوران طلایی. این خواب رسول الله صلی الله علیه و سلم به این تعبیره که اکثر فتوحات به زمان سیدنا عمر هست. روم و فارس که فتح می شود به زمان خلافت سیدنا عمر هست. پس از این حدیث رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم که این حدیث مسلم روایت میکنه، این را میدانیم قهرمانی سیدنا عمر را. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم میگن که هیچ قهرمانی خیلی نکته مهمیه، هیچ قهرمانی را سراغ ندارم که مانند عمر شگفتی ها بیافریند. همه را متحیر میسازه. بعدها میخوانیم، بعدها میدانیم بحث خلافت سیدنا عمر را، عدالتش، حکمت و حکمت داریش، همه این مسائل است که سبحان الله به راستی که الله سبحانه و تعالی برای سیدنا عمر علم سیاست داده بود، علم درایت داده بود، علم فقاهت و دانشمندی داده بود، علم خلاصه در فنون مختلف و عرصه های مختلف الله سبحانه و تعالی به سیدنا عمر عنایت کرده بود. پس این به طور خلاصه و فشرده پیرامون فضائل سیدنا عمر. جلسه امشب ما پیرامون ترس و وحشت شیطان از عمر رضی الله عنه، و رسول الله فرمودن که کارهای سیدنا عمر رضی الله عنه الهام شده هست و همچنین
مسئله لقب قهرمانی که رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم پیرامون سیدنا عمر بیان میکنن که من چنین قهرمان ندیدم، خیلی مسئله مهم و از فضائل مهم و از ارزش هایی است که واقعا به سیدنا عمر رضی الله عنه ارتباط دارد. الله سبحانه و تعالی همه ما پیرو واقعی اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، ما را پیرو واقعی اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم بگرداند. و تو جوانی که همیشه در تلاشی که یک قهرمان بشی، سیره سیدنا عمر را بخوان، شجاعت سیدنا عمر را بخوان، قهرمان دنیا میشی. بعد از انبیاء علیهم السلام سیدنا ابوبکر الصدیق، بعد از سیدنا ابوبکر الصدیق سیدنا عمر هست. عمر برای همه جوانان امت اسلامی بهترین اسوه هست در عرصه های مختلف و خصوصا تو جوانی که میخوای شجاع باشی، شجاعت داشته باشی، غیرت داشته باشی، تو جوانی که میخوای قهرمان بشی، زندگی نامه عمر را مطالعه کن که رسول الله میفرمایند وقتی که عمر دلو را به دست گرفت، من هیچ قهرمانی را سراغ ندارم که مانند او باشه. خدای تبارک و تعالی روح سیدنا عمر و سایر الصحابه شادتر داشته باشد و ما را پیرو واقعیشان بگرداند. تا برنامه بعد شما را به خداوند کریم و رحیم می سپارم. موفق و پیروز و سرفراز و سربلند باشید. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. له آل